از راسته زرگرا. چالش ساخت سفارش یا طلا. قسمت دوم، گردنبندی. داستان این بار از این سنگ فیروزه نیشابور شروع شد که مشتری عزیزمون دست من سپرد و از 0 تا 100 طراحی رو به خودم محول کرد. فقط تاکید کردن که میخوان یه کار خاص باشه و توی ویترین موجود نباشه. تصمیم گرفتم برای طراحی این سنگ اصیل و خاص ایرانی سراغ المان‌های ایران باستان برم و از دیوارنگاره‌های تخت جمشید استفاده کنم. جزئیات و المان‌ها رو نوشتم و در طی پروسه طراحی به یک آویز گردنبند رسیدم. پرنده بهشتی، همای سعادت. رفتیم سراغ طراحی دیجیتال کار که بسیار کار زمانبر و نفسگیری بود به خاطر جزئیات زیاد کار. تصمیم گرفته بودم از 2 هما به صورت قرینه استفاده بکنم تا نمادی از تعادل و هماهنگی باشه و با انرژی سنگ فیروزه همراستا باشه. فرم بیضی قاب رو برای نمادی از محافظت و پایه نمایش قدرت استفاده کردم. در ادامه رفتیم برای مراحل ساخت. بعد از مراحل ساخت رسیدیم به این نتیجه. قبل از سوارکاری سنگ و مخراجکاری سنگ فیروزه این نتیجه جذاب دست ما بود و بعد از مخراجکاری تادا، این هم نتیجه کار. احساس می‌کردم یه تیکه از تاریخ رو توی دست خودم گرفتم. قلبم از دیدن این زیبایی آب می‌شد. حالا شما به من بگید از طراحی دستی تا اجرا شبیه هم شده؟ من تونستم اون حسی که می‌خوام به شما منتقل بکنم و شما هم این کار رو پسندیدید؟ ادامه جزئیات طراحی رو توی کپشن براتون می‌نویسم و یادتون باشه من منتظر نظرهای قشنگتون هستم تا برای ادامه این راه انرژی داشته باشم.